لپتاپ HP مدل وکتوس. دوستانی که قصد خرید لپتاپ تو رنج قیمتی 40 تا 50 میلیون تومان رو دارن، این لپتاپ واقعا حرفی برای گفتن باقی نمیذاره. هرچند بالاتر از اینم هست، پایینتر از اینم هست، بستگی به این که شما تا چه رنج قیمتی میخواید هزینه بکنید. لپتاپ‌های خیلی زیادی رو توی لپتاپ مرکزی ما موجود داریم. امروز میخوام این دستگاه رو بهتون معرفی بکنم. دستگاه 15.6 اینچ هست، مدل وکتوس هست، 1 ترابایت حافظه داخلی داره، SSD هست، 16 گیگ رمش هست و ارزم به خدمتتون 15.6 و گرافیکش هم 4 گیگ RTX 3050 هست. البته با کانفیگ‌های مختلفی هم این دستگاه موجوده که میتونید تماس بگیرید با مشاورین سایت لپتاپ مرکزی و اطلاعات کاملش رو در اختیارتون بذاریم. رنگ مربوط به این دستگاه بنفش هست، همونطور که از طراحی این دستگاه مشخصه. لوکس بودن این دستگاه رو میتونید مشاهده بکنید که شرکت HP برای این دستگاه واقعا وقت زیادی رو گذاشته که بتونه یک طراحی فوق العاده لوکس و جذابی رو برای این دستگاه بذاره. دستگاه ضخامتش خیلی کم هست. یه نگاهی به کلیت این دستگاه اگر بندازیم، فریم خیلی نازکی به دور این صفحه نمایش قرار گرفته شده. در لبه بالایی ما دوربین و میکروفون رو داریم اینجا. دستگاه فول کیبورد هست که بخش دکمه و اینا اینجا هست. بخش کیبوردش خودش نور بکلایت داره که با دکمه FN و F4 خاموش و روشن میشه که میتونید برای شب هم ازش استفاده بکنید. در این قسمت تاچ پد مربوط به این دستگاه قرار گرفته شده که قسمت زیادی هم از این بخش به خودش اختصاص داده که خیلی راحت‌تر بتونید با دستگاه کارهایی که نیاز دارید انجام بدید. در این لبه بالایی هم میکروفون باندهای مربوط به دستگاه قرار گرفته شده که صدای خیلی خوب و بدون نویز رو وارد فضا میکنه. در این قسمت هم یک لبه قرار گرفته شده که اگر شما دستگاه رو اینجوری صفحه نمایشش رو بخوابونید، اینجا خیلی راحت‌تر میتونید دستتون اینجا گیر بکنه و به صفحه نمایش فشاری نیاد که صفحه اذیت بشه. نگاهی به بغل دستگاه بندازیم. در لبه سمت راست یک پورت USB اینجا داریم، پورت لن رو اینجا داریم. این بخش یک USB هست و اینجا هم پورت مربوط به HDMI. در سمت دیگر دستگاه باز اینجا پورت USB رو می‌بینید. اینجا هم بخش مربوط به شارژ دستگاه هست و این قسمت پایینی هم که مربوط به هدفون هست که میتونید اینجا دستگاهی که نیاز دارید رو بهش وصل بکنید. این هم یک پورت مربوط به SD کارت هست. زیر دستگاه رو اگر یه نگاهی بهش بندازید، یک سری شیارها اینجا قرار گرفته شده که برای تهویه دستگاه خیلی خیلی لازمه، برای اینکه دستگاه گرم نکنه. و اینجا هم دو تا لبه پلاستیکی رو قرار دادن که خیلی خیلی لوکسه، برای اینکه این بخش پشتی خط و خشی بهش وارد نشه و این در اصل پایه‌های مربوط به این دستگاه هست. طراحی خیلی لوکس و جذابی داره. قسمت پشت دستگاه هم اگر یه نگاهی بهش بندازی، خیلی طراحی لوکس و جالبی رو به این دستگاه دادن که باز هم در این قسمت تهویه مربوط به دستگاه انجام میشه. لوگوی وکتوس هم در پشت دستگاه هست که حالت براق داره و علاوه بر این در بخش‌های دیگر دستگاه شما اگر دستتون رو روی دستگاه بکشید، جای اثر انگشتتون باقی نمیمونه، فقط این بخشش هست که حالت استیل هست و اینجا جای دست میمونه. بسیار خب، اینم از معرفی کامل این دستگاه. این دستگاه توی کانفیگ‌های مختلفی وجود داره که اگر تماس بگیرید با سایت لپتاپ مرکزی، مشاورین ما برای خرید این دستگاه بهتون مشاوره میدن. اگر سوالی هم بود، ما در خدمتتون هستیم. تماس بگیرید، بهتون مشاوره رایگان میدیم.